روبا را در مرتبانا انداختم و ایره به سلام دوستای عزیز، چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ دوستای عزیز، امروز آمدیم در پارک همراه اولادا. امروز اما دو ستایش همراه پدر رفته بود. باز روز که هست که ما از طرف باداشتاش یک خواه میکنه، مازمی خواه کنه خوب است. امروز خواه نکده، یک کمی بدخوی است، نیسا کده سرعت ناخمانگیری میکنه و کریان میکنه. اینجا یک چند روز خیلی گرم شده بود، حالا باز خوب شده که کمی باران باریده، چند روز پشت باران بارید و حال پس کمک هوا یخ شده دیگه. بیاییم که بریم دوستان ببینیم چی کارا میکنن، چی بازی میکنن. من زیرا ترسم میخورم، اماد میگه بیا مادر از زیرا که یک دفعه نفتم. پیدا کردی؟ روش پیدا کردی؟ برو مام بیم. برو خودت بگی ستش. خلاص دیگه بریم. یک دوفه بیا.
خلاص کردی؟ بازم سلام دوستای عزیز، چطور هستین؟ خوب هستین؟ هر جای دنیا باشین لباس عافیت در تن داشته باشین. دوستای عزیز امروز میخوایم که بانجانومی را بگیرم که روبجور کنم و من یک هفته پیش بانجانومی را خریده بودم و وقت کمک خیلی زرد بود، حتی خوب سرخ نبود. حال خوب شده، کمک رنگ خود تغییر داده. وقتی که نو خریدم دیدم که حتی زرد رقم است. تصمیم گرفتم که روب جور نمیکنم، اما حالی که دیدم که خوب رقم شده باز کمک دیگه هم در پولیش خریدم. حالا میخوایم امروز روب جور کنم. بانجانومی ها را ششتیم، هنوز توته نکردیم. حالا میرم که بانجانومی را توته کنم و از جوسر میکشم و میگیریم روب جور میکنیم. خب دوستا، بانجانومی ها را اول توته میکنم، بعد از مکسر میکشم که کمی کار ما آسان کنه. من در اولین بار که جور کرده بودم در آلماتا که بودم، در اونجا جور کرده بودم و روب مام خوبش آمده بود، خوب سرخ آمده بود و هیچ خراب نشده. خب دوستا، مام بانجانومی رم توته که در روان هستم که باز یک دفعه از جوسر بکشیم یک کم کار ما آسان کنه. و من بار اول که روب جور کردم در کشور آلماتا جور کرده بودم و بانجان چی روب مام خیلی خوبش آمده بود، خدا هیچ خراب نکرده بود. از یک دوستم که روب جور کرده از من روبم خراب شده، اما من تا که یعنی نه در داخل یخچال مانده بودم نه دیگه هم رخم روبم هیچ خراب نشده بود. هرچی روب ما بانجانش سرخ باشه روب خوبش میمه. من یک کمی مرج دلمه گرفتم که خوب رنگش سرختر به، چون یک کمیش قدر زیاد خوب سرخ نیست. و بعضیا خیلی میگه که روب جور کردن خیلی کار سخت است، اصلا رو رقم نیست. مثل آدم آشپزی میکنه هم سختی شمی است، زیر دیگه نگیره دیگه همون رقم است. مثل آشپزی که آدم دیگه آشپزی رو میکنه دیگه رو مخته میکنه همون رقم. و یک آدم خود آدم جور میکنه میفهمه که طبیعی است، دیگه رو بار آدم نمیفهمه که چه رقم است، از چی جور میشه. اصلا دمو بانجانومی استفاده میشه نمیشه، فقط رنگ باشه و دیگه یک چیز دیگه باشه به جای بانجان. خب من میاره کلگش هم ریزه ریزه میکنم، بعد از جوسر میکشم. خب دوستان، ما اینجا هم بانجانومی رو توته کردم و هم موندم که جوسر از بانجانومی رو بکشم و برخم و اینجا میمونم که بانجانومی جوش بخوره. من برخمی از جوسر که کشیدم و زیره میدنازم داخل زیده که جوش بخوره و روب جور شوه. خمی نماندم که یک دفعه توته کنم و باز بگیرم چی کنم، باز یک دفعه بکشم از جوسر. چون گفتم رقمی تال میخوره. اینجا آل تایم است که من بانجانومی رو جور میکنم
بالش چاشت هستک، چون بالش چاشت هم برق خوب تیزتر می باشه، کلی قدر از برق استفاده نمیکنه، منقل تیزتر می باشه و کار زودتر میشه. خب ما میره روشن کنم که صدایش شما را اذیت نکنه. خب دوستان، ما مرچ دلمه خود توته کردم و خسته کاش کشیدم، چون رنگش میخوایم که نمیخوایم رنگش خراب کنه. هم خسته کاش این مرچ دلمه رو به خاطر مندازم که خوب امی روب ما رنگش خوب هم تو سفید بیه. و اینجا که بانجان را کشیدم تو صحیح نمیکشید، کاش که بانجان مونده باشه. باز دیدم که در چلاصاف یک دوزان خدایی مونده بود و این که خوب جوش خورده رایسته. شوربتون اولش خوبه، در شور دادن و ضرورت نداره، اما بازم احتیاطاً شور میتیم که میگم نگیره کنشه. اما ایده مرچ دلمه رو بکشم از چی که ایران پرتون که خلش یک دفعه چی شود و ای که اگر زیاد در پریده میکرد در روی زمین میمانم که پخته شود. منقل دیگه دارم، منقل روشن میکنم و ایره در روی زمین میمانم که یک زیاد بپره و از بیخی زیاد خرابی میکنه. و مرحله مهمش که باید نمک پرتیم که روب ما باز خراب نشه. این از خرابی های روب، این از روب ما که آماده شد. من میمانم دمی حد باشه و در قوطی های مندازم. در قوطی باز یک مرحله دیگه هم باید جوش بدمش. خب دوستا، روب ما آماده شد و من روبا را در مرتبانا انداختم و این مرتبانا را من از شروبش استفاده کرده بودم و حال باز دوباره استفاده کردم و در شروب انداختم و این را به خاطر در او جوش ماندم که این رقم جوش بخوره و که روب ما خیلی دیر میمانم دیگه. ما این را برای زمستان آماده کردیم، میخوایم که خراب نشه روب ما و با خاطر این رقم ماندم که در او جوش بخوره. پسان یا نه ماندیم دیگه، پسانی باز گرمه و یا کم کم در جوش خوردن که شد بزور وقت زیر گل میکنم و دیگه روب ما آماده میشه و دیگه اصلا کپک نمیزنه و خراب نمیشه.